محض با شرافت استقلالیت ملت تاجیک به دستاوردهای نمایان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نائل گردید که نظیرش را تاریخ یاد ندارد. با شرافت استقلال و اتحاد در تمام گوش و کنار مملکت عملهای بنیادکاری و سازندگی وسعت تازه گرفته، صدها انشاءات زمانوی و جوابگو به طلبات جهان معاصر با طرح زیبای و نوتکرار قامت افراختند. تاجیکان را جهانیان همچون ملت صاحب تشبس‌های نجات بخش بشریت اعتراف نمودند. شکرانه صاحب دولتی و صاحب وطنی را به جا آوردند و به کارهای سازندگی همراه شده مظفریت‌های خلق و دولتمان را افزون نمودند. قرض ایمانی و وجدانی هر یک ما به شمار می رود.